سلام. بسیاری از دوستان درباره خشک کردن کدو از من پرسیدن. این کدو قبل از خشک شدن باید تراشیده باشه. الان میخوام تو این ویدیو درباره تراشیدن کدو بهتون توضیح بدم. اول یه چاقو برمیدارین، این پوست سطحیش به این صورت باید تراشیده باشه تا لایه پایین ترش در بیاد که حالت چوبی داره. البته چاقو نباید زیاد تیز باشه چون ممکنه به سطح اصلیش آسیب بزنه و خراش وارد کنه. من از یک چاقوی نیمه تیز استفاده کردم برای تراشیدنش. اینا به این صورت. وقتی این کدوات خوب تراشیده شد میذاری جلوی آفتاب خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد به این صورت در میاد، ساختاری چوبی شکل پیدا میکنه و اگر باز هم روش لکه ایجاد شده میتونید با آب و سیم ظرفشویی بشورید و این کدو سالها ماندگاری داره بعد از خشک شدن.